أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در جلسه گذشته درباره برخی از ارکان حج مطالبی رو خدمت شما بیان کردم، درباره احرام، درباره طواف و سعی میان صفا و مروه. در جلسه امروز انشاءالله میپردازیم به بیان یکی دیگر از ارکان حج که وقوف به عرفه هست. وقوف عرفه یعنی ماندن و وقت گذراندن در میدان عرفات در روز 9 ذوالحجه و این یکی از ارکان حج هست و بلکه یکی از مهمترین ارکان حج هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تأکیدات ویژه‌ای نقل شده. حداقل مدتی که یک حاجی باید در عرفه بماند تعیین نشده، ولو اینکه چند لحظه قبل از طلوع فجر روز عید باشد. اگر قبل از این وقت حاجی بتواند خودش را به صحرای عرفه برساند و لحظاتی را در آنجا توقف بکند، این وقوف عرفه به عنوان یکی از ارکان حج از وی ادا شده. در این زمینه آیاتی هست از قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه کاملا صاف و شفاف هستند. الله متعال می فرماید ثم افیضوا من حیث افاض الناس. خطاب به مسلمانان هست که دستور می دهد از جایی که مردم برمیگردند شما هم برگردید. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که این آیه درباره قریش نازل شد. قریش عادت داشتند در زمان جاهلیت وقتی که به حج می رفتند برای خودشون یک امتیاز و برتری قائل بودند که بقیه حجاج که از جاهای دیگر می آمدند وقتی که می رفتند به در روز 9 می رفتند و در عرفات می ماندند، وقوف در عرفه داشتند. اما خود اهل مکه و قریش چون که خود را برتر می دانستند به عرفات نمی رفتند و فقط در مزدلفه می ماندند و در روز 10 از مزدلفه دوباره برمی گشتند می آمدند به منی. این آیه نازل شد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می گوید که نزلت فی الحمص. این آیه درباره حمص یعنی قریش نازل شده. کانوا یفیضون من جمع فدفعوا الی عرفات. عادت مشرکان این بوده که از مزدلفه برمیگشتند، یعنی به عرفات اصلا نمی رفتند و وقوف در عرفه رو انجام نمی دادند. فدفعوا الی عرفات. توسط این آیه و به حکم این آیه مشرکان یا مسلمانان به صورت کلی دفع شدند، یعنی مجبور شدند که حتما باید وقوف در عرفه را داشته باشند. پس بنابراین
به استدلال از این آیه وقوف در عرفات و وقت گذراندن و مکث کردن در عرفه در روز 9 ذوالحجه یکی از ارکان حج هست. و همچنین عبدالرحمن بن یعمر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم منادی رو فرستادند، یک جارچی رو فرستادند و مسئولیت دادند که در میان مردم برود و چنین اعلام بکند که الحج عرفه، حج یعنی عرفه، یعنی به اندازه این مکث و ماندن در عرفات مهم هست و ارزش دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج را به عرفه تعبیر کردند. حج یعنی عرفه. این نشأت گرفته از مقام و ارزش و جایگاهی دارد که عرفه در میان بقیه ارکان حج در واقع حایز آن هست. و در روز عرفه که مردم در میدان عرفات هستند، جایی برای مکث کردن و ماندن مشخص نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار کوه یا همان جبل رحمت اتراق کردند و ماندند. منتها این الزامی نیست و فضیلتی هم ندارد بر جاهای دیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقفت ها هنا، من در اینجا و در این نقطه من وقوف کردم و ایستادم و وقوف به عرفه را انجام دادم. و عرفت کلها موقف، منتها سرزمین عرفه تمامش موقف هست، یعنی محل برای وقوف و برای ماندن هست. ورفعوا عن بطن عرنه، منتها شما از کنار رودخانه عرنه یک کمی بالاتر بروید. این رودخانه و وادی عرنه یک وادی هست که در میان عرفات و مزدلفه هست. بعد از این وادی و رودخانه مرز عرفات هست که امروزه الحمدلله تابلوهای نصب شده و کاملا حدود عرفات مشخص هست. حاجی ملزم هست که حتما در روز عرفه، در روز 9 ذوالحجه حتما باید در این سرزمین، در داخل محدوده عرفات و سرزمین عرفه باید وقت خودش را بگذراند. همان گونه که قبلا اشاره کردم، هیچ جایی بر جای دیگر برتری ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من اینجا مکث کردم، ماندم، منتها تمام این سرزمین عرفه موقف هست. هر کجا که برای شما میسر شد و راحت تر بود می توانید در آنجا این وقتتان را سپری بکنید. اینها مجموعی هست از ارکان حج که من در جلسات متعددی خدمت شما بیان کردم و توضیحات و مسائلی را که مربوط به هر یکی از این ارکان بود جداگانه برای شما مطالبی رو در این زمینه ها عرض کردم. اگر به خاطرتان باشد بارها در جلسات قبل من اشاره کردم که در حج 4 چیز جز ارکان حج هستند: احرام و دیگری طواف خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه و وقوف در عرفه، ماندن در عرفه. این 4 مورد جزء ارکان اساسی و اصلی حج هستند. بعد از این مرتبه دیگری در احکام هست که به عنوان واجبات حج مطرح هستند. واجبات درجهشون از درجه ارکان یک مقداری پایین تر هست و اگر کسی واجبات حج را ترک بکند حکمش این هست که میتواند با ذبح حیوانی در واقع این نقصانی رو که در حجش به وجود آمده اون نقصان رو جبران میکند. واجبات حج 7 مورد هستند که عبارتند از اولی این که احرام بستن از میقات، یعنی این که حاجی حتما باید از میقات، زمانی که میخواد وارد سرزمین میقات بشود، از آنجا احرام ببندد و این یکی از واجبات حج هست. البته من قبلا اینو بیان کردم که خود احرام به صورت کلی یکی از ارکان هست، اما احرام بستن از میقات و وارد شدن در سرزمین میقات این در واقع جزء واجبات
حج هست که اگر کسی بالفرض از سرزمین و محدوده و مرز میقات عبور کرد بدون اینکه احرام بسته باشد، بر او دم لازم می شود. و واجب دوم وقوف در عرفه هست تا غروب شمس، یعنی تا زمانی که آفتاب غروب نکرده حاجی حق ندارد که از سرزمین عرفات خارج بشود. با طلوع فجر روز نهم حجاج باید از منی حرکت بکنند، بروند در سرزمین عرفات، نماز ظهر و عصر رو در اونجا میخوانند و تا غروب آفتاب واجب هست که در سرزمین عرفات باید باقی بمانند. واجب سوم مبیت در مزدلفه هست، یعنی شب گذراندن در سرزمین مزدلفه که این شب 10 ذوالحجه هست که فردایش روز عید حساب می شود. این 4مین واجب از واجبات حج هست. واجب پنجم رمی جمار هست، سنگ زدن جمره ها در روز عید و روزهای بعد. 6مین واجبی که در حج وجود دارد حلق یا تقصیر هست، یعنی تراشیدن موی سر در روز 10 یا کوتاه کردنش، هر دوتا جایز هست. و واجب 7م طواف وداع هست برای کسانی که خارج از شهر مکه آمده اند، وقتی که میخواهند دوباره از شهر مکه خارج بشوند و به سرزمین و مناطق خودشون باز بگردند، واجب هست که آخرین کاری که در مکه انجام میدهند باید طواف خانه کعبه باشد. این 7 مورد جز واجبات حج هستند. هر کسی که این واجبات را ترک بکند بر اون در واقع دمی لازم می شود و با این دم که در واقع دم جبران نامیده می شود، حج این افراد و این نقصانی که در حجشان به وجود آمده مرتفع می گردد. اینها مجموعاً ارکان حج و واجبات حج بود که تا اینجا من خدمت شما بیان کردم. بعد از این انشاءالله در جلسات بعد میپردازیم به ترتیب اعمالی که انسان در حج انجام میدهد و زمان و کیفیت این اعمال. تا برنامه دیگر که این مطالب رو خدمت شما بازگو میکنم، تمام شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان